سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی را در تقدیم من اسکندر خواجه میرزاده تماشا دارید. امروز سه‌شنبه 10 اوگوست این موضوع ها را پیشکش شما میکنیم. در رزمایشگاه حرب میدان ناحیه قبادیان تمرین مشترک نظامیان تاجیکستان و ازبکستان و روسیه با محو دشمن خیالی به انجام رسید. بالاروی نرخ سوزشواری به درآمد کشاورزان ضربه میزند. انسان راه کیلو کمتر بلند شده همون نرخ فروخته سیم خگ فایدهش کمتر کار کرد. و در حالی که شارع چینی تاجیکستان را به یک مکان سکس توریسم شباهت می‌دهد، زنی تاجیک میگوید با مرد چینی عائله خوشبخت بنیاد کرده است. من گفتم که خیلی آدم قیادم کرد من کسی نمیتونم. صبح 10 اوگوست در رزمایشگاه حرب میدان ناحیه قبادیان واقع در 25 کیلومتری مرز با افغانستان مرحله پایانی تمرین یکجایی نیروهای تاجیکستان، روسیه و ازبکستان با شرکت صدها نظامی و استفاده تکنیک حربی، چرخبالها و هواپیماهای نظامی برگزار شد. در تمرین‌های 5 روزه 2500 نیروی نظامی از 3 کشور شرکت نمودند. خبرنگاران رادیوی آزادی علیشیر ظریفی و نگاره فضل‌الدین دور نهایی این تمرین‌ها را تماشا کردند و گزارش آنها پیشکش شما می‌شود. صبح 10 اوگوست در رزمایشگاه حرب میدان قبادیان واقع در 25 کیلومتری مرز با افغانستان مرحله پایانی تمرین نیروهای تاجیکستان، روسیه و ازبکستان برگزار شد. در این مشق نظامی شیوه نابود ساختن یک گروه 2500 نفری شرطی مسلح را تمرین کردند که غیرقانونی سرحد دولتی تاجیکستان و افغانستان را گذشته است. با عبور مرز و بانگ خطر عملیات نظامی علیه آنها صورت میگیرد و سرکوب میشوند. در این عملیات دشمنی رمزی این گروه های تروریستی به مثل داعش است. پس از سرکوب دشمن شرطی، شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان در حضور خبرنگاران از تمرین ها نتیجه گیری کرد. تمرین امروزه ما که در مرز دو کشور تاجیکستان و ازبکستان با افغانستان انجام یافت، این ادامه منطقی چاره‌بینی هایی است که قبلا برگزار شده بودند. هدف از تمرین ها سنجش نیرو، تقویت و هماهنگی نیروهای نظامی 3 کشور برای مقابله با تهدیدها از افغانستان گفته شد. الکساندر لوپین رهبر فرماندهی حوزه مرکزی نیروهای مسلح روسیه برگزاری چنین تمرین ها را در پس منظر افزایش ناامنی ها در قلمرو افغانستان مهم دانست. هنگام خطری به تاجیکستان عبور کردن گروه های افراطی تروریستی این تمرین دایر شده است. در تمرین های 5 روزه 2500 نیروی نظامی از 3 کشور شرکت نمودند که 1800 نفرشان از روسیه، 200 نفر از ازبکستان و باقی مانده از تاجیکستان بودند. در این عملیات نظامی 25 چرخبال و هواپیماهای جنگی، 500 تکنیکای زیرپوش حربی، автомашинаҳои махсуси зерепӯш و دیگر مهمات جنگی استفاده شد. این تمرین ها تحت رهبری ستاد گنرالی نیروهای مسلح تاجیکستان برگزار شد. در بیشتر از 2 ماه اخیر جنگ میان طالبان و نیروهای دولتی در مرز افغانستان با تاجیکستان افزایش یافته است. طالبان دهها ناحیه‌های هممرز با تاجیکستان را تصرف کردند که این باعث نگرانی کشورهای منطقه به ویژه تاجیکستان شده است. هفته گذشته ما درباره بالاروی نرخ مواد سوخت در تاجیکستان و به ویژه در شمال جمهوری گزارش داده بودیم. همکارانمان در دوشنبه گزارش می‌دهند که این حادثه تاجران و کشاورزان را در بین دو انتخاب ناراحت کننده قرار داده است: نرخ را بالا برند و یا نرخ را حفظ نموده به کاهش فایده اشان موافقت کنند. افزایش نرخ مواد سوخت در تاجیکستان باعث بلند شدن برخی از محصولات فلزی شده است. نرخ تربوز که 1 سال پیش از 3 تا 15 سومون ارزش داشت، فعلا 10 و یا 25 سومونی شده است. نرخ اوسالا موشین 4,500 بود. امسال 7,800. قیمتش همون صبح. این خربوزه ها از ولایت سوخت به پایتخت وارد می شوند. تاجران میگویند امسال درآمد از فروش آن کم شده است. پر نمی‌آوریم 2 سومون 3 سومون سر دونش میموند
امسال راه کیلو کمتر بلند شده همون نرخ فروخته سیم خگ فایدهش کمتر کار کرده. در یک هفته اخیر نرخ سوزشواری در تاجیکستان بخصوص در شمال کشور 13-15% افزوده، علاوه بر این کمچین شده است. مقامات سبب یک باره بالاروی نرخ سوزشواری را به گران شدن نرخ در بازار جهانی ربط دادند. افزایش نرخ مواد سوزشواری به فعالیت رانندگان و زندگی ساکنان هم بی تاثیر نماند. اگر 50 سوم تو 70 سوم مثال کار میکردی همین 20 سومش 25 سومش در زندگی میره. باز همون کار کردن نمیتونی. کارشناسان میگویند یک علت دیگری بالاروی نرخ سوزشواری در تاجیکستان و حتی کمچین شدن آن به بسته بودن راه قرقیزستان ربط دارد. تاجیکستان به دلیل نداشتن امکانات کافی کارکرد نفت تا به حال محصولات نفتی را از خارج و اساساً از روسیه و قزاقستان در شکل محصولات تیار یعنی بنزین و سلیرکه میگیرد. به اطلاع رسمی سال 2020 به کشور 234,000 تن بنزین و 298,000 تن سوزشواری دیزلی آوردند. برنامه را ادامه می‌دهیم. دادستانی کل تاجیکستان با درخواست دستگاه اجرایی پرزیدنت کشور و مجلس ملی کشور به تحقیق قضیه کشتار علیرضا خدایاروی 21 ساله سابق دانشجوی دانشگاه رشت را آغاز کرده است. علیرضا خدایارov در اول ماه ایول در یک زنازنی با ضرب کارد کشته شد. نزدیکانش حادثه را کشتاری از پیش طرحریزی شده و کاری دستی کمش 5 نفر می‌دانند. دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان در پاسخ به عریضه پیوندان علیرضا خدایاروف در آخرهای ماه ایول به دادستانی کل دستور داد که مرگ علیرضا خدایاروف بررسی کرده شود و از نتیجهش به دستگاه پرزیدنت خبر داده شود. همکارمان میرزا نبی خالقزاد این موضوع را پیگیری کرده است و حالا در استودیو با ماست. میرزا نبی، تا جای میدانیم قضیه مذکور از طرف دادستانی ناحیه رشت تحقیق میشد. چی ضرورت پیش آمد که آن را به دادستانی کل سپردند؟ بله اسکندر، نزدیکان خدایاروف شکایت بردند و دادستانی کل پس از این آنها و از جمله پدری او زبیدالله خدایاروف را دعوت نموده جزئیات این حادثه را پرسش شده است. یک منبع از دادستانی کل روز 10 آگوست امروز به رادیو آزادی گفت به تحقیق پیشکی قضیه خدایاروف شروع کردند و سندهای مربوط به این حادثه را از دادستانی ناحیه رشت گرفتند. زبیدالله خدایاروف پدر علیرضا روز 10 آگوست به رادیو آزادی گفت در دادستانی کل به او گفتند که بعد آشنا شدن با جزئیات قضیه کشتار پسرش برای تفتیش پیشکی مفتش خود را مسئول خواهد کرد. پدر علیرضا میگه در عریضه‌اش به نام پرزیدنت تاجیکستان و رئیس مجلس ملی از جریان بررسی قضیه علیرضا از طرف دادستانی ناحیه‌اش اظهار ناراضگی کرده است. میرزا نبی، دقیقاً ناراحتی نزدیکان خدایاروف چیست؟ جزئیات دسترس شده است؟ ببینید، پیوندان علیرضا خدایاروف میگویند در این حادثه یک نفر و یا 2 نفر دست ندارد. به گفته نزدیکان آنها 5 نفر هستند و با مشورت پیشکی به این عمل جنایی دست زدند. پس از رخ دادن این حادثه همدهه علیرضا با نام ظفر نصرالدین همچون گمانبر بازداشت شده و در نسبتش پرونده جنایی باز شده است. پیوندان ظفر نصرالدین او را مبتلای بیماری روحی و حادثه را تصادفی نامیدند و گفتند که فقط همین ظفر دست به کشتار زده است، دیگر هیچ نفری گویا نبوده است. نزدیکان علیرضا مریض بودن گمانبر را انکار نمی‌کنند، اما کشتار از پیش تحریز شده و کاری دستی کمش 5 نفر می‌دانند که در پس همین ظفر نصرالدین پنهان شده. ولی بدتر از مقامات تفتیشاتی ناحیه یک نفر دیگر با نام رجب علی حامدوف را بازداشت کردند و در نسبت او با ماده 29 کدکس جنایی یعنی جنایتی از بی احتیاطی صادر شده پرونده باز کردند. پیشتر خانواده خدایاروف نام شخصانی را که با باوری آنها در قتل علیرضا دست دارند در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بودند. آنها ادعا دارند که با این افراد و نزدیکانشان بر سر قطعه زمین بحث داشتند و احتمال است مناقشه اخیر هم حاصل همین جنجال بوده است. تشکر. حالا ببینیم دادستانی کل در تحقیق این حادثه تا کجا میرسد. یک رسانه معروف چینی در نتیجه پرسش‌های سازمان‌های مستقل و جمعیتی در تاجیکستان شمار فاحشه و فاحشه‌خانه‌ها و نرخ خدمت رسانی آنها را معلوم کرده است. نام سازمان و تشکیلات تحقیقگر به طور واضح گفته نشده و پرسشنامه هم کی صورت گرفته از جمله همسایه کشورهایش که چین نیز به آن داخل میشوند به عنوان مکان سکس سیاحت معرفی کرده است.
در دایره کارشناسی تاجیک نیز نشر چنین مقاله ها از جانب کشوری همسایه و سرمایه گذار که تقریبا 40% قرضهای بیرونی تاجیکستان را تشکیل می دهد با برخورد گوناگون دچار می شود. چینی ها یک چیز اینجا اگر مبلغ گذاری کنن حتما باید کارکنان خودشون بیارن. این هم یک نمودی همون پروپاگاندا هست، یک پروپاگاندایی نسبت اونها. این در حالی است که حالا هزارها کارگران چینی در شرکت‌های کندنی کوهی و کارخانه‌های صنعتی کار می‌کنند. شمار کمی آنها با عائله‌هایشان آمدند و برخی از آنها توانستند با بانوان تاجیک ازدواج کنند. نادره خواجه و یک ساکن شهر خوجند طول 10 سال است که با لیو تسون مرد 60 ساله چینی تبار زندگی می‌کند و از عائله یکجای 3 فرزند دارد. لیو پس از آنکه همسر اولش وفات می‌کند سال 2006 به شرکت راهسازی به کار می‌آید و با خانواده همسری تاجیکش شناس می شود. اینا رئیس بودن، دادم شفیوری رئیس بودن. گفتن که میخوای دخترم پانیتند من رفته بینم. اینا برفتم بینم چه زیگه اینها اویلاشون همشون طبیب اصلش. تو مادرشون تو پدرشون اینها طبیبی جدو هم کنه همش جدو ناز میدانند دیکن. که اشتا من هم دخترم میگیرم. همه طرف این ماما محبوب گفته. منم گفتم که خیلی آدم همه قیادم کرد من کسی نمیتونم گفتم. آنها پیش از آنکه عائله دار شوند لیو دین اسلام را قبول کرده و همراه به حج عمره رفتند. حالا با هم 3 گرمخانه را به اجاره گرفته برای کارگران چینی شرکت کوهی و صنعتی زرنسار سبزوات پرورش میکنند و با این زندگی خود را میگذرانند. طبق آمار رسمی در تاجیکستان تقریبا 30 زنی تاجیک با مردان چینی عائله برپا کردند. ولی معلوم است که چقدر زنان تاجیک با مردان چینی به طریق غیر قانونی عائله‌دار هستند یا مناسبت محرمانه دارند. هرچند چنین حالت‌ها از جانب مقامات انتظامی بارها آشکار شده است. فرزان محمدی، رادیوی آزادی. این مطلب آخری برنامه امروز بود. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیوی آزادی cw.azadi.org گذاشته می شوند. گزارش های ویدیویی را در صفحه آزادی ویدیو هم می توانید تماشا کنید. برایتان استراحتی با فراغت می خواهم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.